رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزی برشان گفته شد که فلانی نفر به نماز صبح نمیآیه. به خاطر چی؟ گفتن به خاطر از اینکه امام طولانی نماز میخوانه. ابن مسعود میگه که هیچگاه پیامبر عصبانی تر از او روز ندیدم. و بعد گفتن که یعنی شما چرا این کار رو میکنین؟ هر کس به جماعت میخوانه سبک نماز بخوانه، در تنهایی هر اندازه میخواین طولانی نماز بخوانیم. آیا ما نسبت به هم نوعان خود، نسبت به هموطنان خود، نسبت به انسان ها همین احساس رو داریم؟ همه قدر رئوف و مهربان هستیم نسبت به اونها؟ خواهری که متدین هست و مزین به حجاب اسلامی طرف یک زنی که او کمکی آزادتر باشه طوری نگاه میکنه گویا کافر شده اون نفر. شاید ناآگاه هست، شاید خبر نداره، شاید قناعت پیدا نکرده، شاید کسی برای توضیح نداده. ما از اون متنفر میشیم در حالی که اخلاق نیست، اخلاق اسلامی. ما نسبت به همه زنها، نسبت به همه کودکان و نسبت به همه انسانها باید محبت داشته باشیم و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم قسم یک تعامل داشتن. انسانها تفاوت دارن در میزان توانمندیشان در عبادت، در میزان پایبندیشان به قضایای اسلامی، در میزان درک و فهمشان. وقتی که انسانها با هم متفاوتن ما چطور انتظار داشته باشن که همشان مثل ما باشن، مثل ما حجاب بپوشن، مثل ما قناعت داشته باشن، مثل ما صحبت بکنن، مثل ما نماز بخوانن؟ یک نفر هست خوب توانمندی داره، یعنی خداوند در اون ظرفیت زیاد مانده و اون میتونه بر علاوه نمازهای فرض، نمازهای سنت مؤکده، نمازهای نفل دیگه نماز بخونه. اما یک نفر دیگه هست ظرفیت نداره. حالا ما او رو بد ببینیم در حالی که نمازهای فرض خود رو میخوانه. بسیار خوب است. در همه قضایا باید همونطور باشیم. اگر گناهکاری را میبینیم نسبت به او باید سوء ظن و به اصطلاح طور یک تنفر بر ما نباشه، بلکه نسبت به او مهربان باشیم و اگر خیری از ما میرسه برای او برسانیم. چرا؟ چون ما مسلمان هستیم و پیرو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خاصتا کسانی که در مدارس درس میخوانند، خاصتا کسانی که نام دعوتگر بر اونها هست، اینها الگوها هستند و نزدیکترین اشخاص هستند که ادعا میکنن ما رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأسیس میکنیم. پس این انسان چطور میخواه که بر مردم لطف و محبت و نرمی نداشته باشه؟ و خدا میگه که لنفض من حولک، همه انسان ها پراکنده میشن از اطرافت. اگر که تو چی نباشی، رحمت و شفقت نسبت به مردم نداشته باشی و این رحمت از طرف پروردگار هست که تو لنت لهم، نسبت به اینها نرم هستی. و اگر ما هم نسبت به مردم نرم نباشیم، مردم از ما متنفر میشن، پراکنده میشن و هر کدام یک سو میره و ما به اونها خیری رسانده نمیتونیم و متاسفانه دعوت ما هم میمانه و همونطور میبینیم که امروز نام مسلمان در سطح جهان خراب معلوم میشه. علتش چیست؟ اصل دین خود نیست. اصل دین سر جای خود محفوظ است و دست نخورده. این ما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها توصیف میکنه، میگه که قرآن زنده بود، یعنی که انقدر پایبند بود به همون چیزی که او در قرآن میخواند و برای مردم تعلیم میداد خودش عمل میکرد. به این خاطر بود که همه او رو دوست داشتن و دین اسلام پرورش پیدا کرد و رشد کرد. اما ما کجای قرآن هستیم؟ کدام عمل ما، کدام بخش از چند فیصد از رفتار و کردار ما مشابه به قرآن هست؟ به همون میزان هم نمایندگی دین خود